گر بمیرم در غریبی تاجیکستانم برید، با دعای خیر و با آیات قرآنم برید. کرده از خاطر پریشانم غریبی سالها، بعد مرگم سوی خویشانی پریشانم برید. من برای رزق و پاکی پاره نان آمدم، سوی اهل خاندان با پاره نانم برید. یا به حصار و بدخشان یا کوهستانم برید، یا به شهر دوشنبه یا به کولابم برید، یا به شهر اسفره پنجکنتی باستانی. در غریبی جسم و جانم سخت رنجید التماس، بعد مرگم کنج خاکی تاجیکستانم برید.